یا خوش اومده به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. در از ویدیو لذت برده باشید. امروز اومدیم با سیجه قدم بزنیم. امروز اصلا روز اشغال اینجا که بچه ها گروه استریت اینجا وایستادن که دارن اشغال میکنن، حرف میزنن. ما هم بریم یه قدمی در این محله زیبامون بزنیم. یه داره زنگ میزنه. وای رئیسه، ببینم بردارم. سلام رئیس، باز دیگه چی شده؟ ببین سیجه، یه مأموریت دارم باید انجام بدی. چه مأموریتی رئیس؟ چه مأموریتی؟ ببین پشت خونت یه ماشینم اونجا گذاشتم، برو ماشینو بردار بیا اینجا بغلای خونه یه تفنگ فروشی داری همونجا بیا که بهت کار دارم. خب برعکس بریم ببینیم ماشین هست. آره بابا چی 405 بیا کار داریم، بیا سوار شیم بریم که کار داریم. اینجا بغلای خونه داریم، بریم نسیگاو یا میپیچیم میریم دیگه. خانه خرابتم میکنم. ای ببینی اینجا هم. بله خود سلام برعکس رئیس، اینجا ایستادی؟ به سیجه اومدی همین زودی؟ ببین سیجه نباید صندوق عقبتو باز کنی، برید باید همونجا اون خودش باز. حل آجی باز نمی کنم، ما بریم. ببین سیجه حواست باشه پلیس بهت گیر نده و این که اگه به مقصدت رسیدی ماشینو میدی به اون دیگه کاری نداشته باش، پولا رو خودش واریز میکنه. حل آجی بریم که داشته باشیم. خب برعکس رسیدیم به جزیره. ای بچه جون بالاخره رسیدی، خیلی منتظرت بودم. ببین بچه جون ماشینو سالم آوردی؟ آره آجی سالم آوردم، مگه چیه؟ ببین بارا رو سالم آوردی، اگه سالم آوردی پولشو برای رئیست میزنم. اگه الان پیاده ای اونجا یه ماشین هست، برو اون ماشینو بردار دیگه، برو دیگه. آجی بهمون یه ماشین، واقعا یه ماشینه، بیا سوار شیم بریم دیگه. رئیس پولامون رو دیگه میزنه دیگه، اشغال کنی. خب بچه ها این بود از این ویدیو خفن و پر انرژی دیگه. اگه میخواین بیشتر از این ویدیوهای بسازم حتما این ویدیو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش حتما فعال کنید تا ویدیویی بگذارم زود مطلع بشید. اگه میخواین بیشتر پارت بعدیشو بسازم حتما توی کامنت ها بگین دیگه. خدا نگهدارتون.